میگم بله. اگه بفهمیدین که پیار ما به ما چی خریدم مردین. خوبه دیگه ایش داری. چی خریدم؟ ها؟ چی خریدم؟ خوبه دیگه ایش داری. چی رقمه؟ میایه با من نمیایه؟ یک پیار خریدم با من. گفتم این بود پیشم بابا خیلی بیدم با یک میخرم. با شما پیار شما نمیخرید چی بکنین؟ اجازه شما با شما یک تایی پاره کنیم برای ملت کن. خوبه نیه؟ من میگم که بخونه کاکا خوب بگم. بله. من میگم کاکا خوب میگم کاکا پیار من میتونه بخریدم. خدا با تو بیار دوستان جا خوب زنی میدی صبح قلم میشیدی بودی چای میخویدی من به ساسه کگی خونه میکردم آره میری صبح خونه قدم برو تو آشپز خونه که مگه چای دم کنم بخور شکر کن چکاره بابا گیره میکنیم بابا سرجایه بابا یکی خود گریه میکنم بابا جو یا میسته نمیشه خود گریه میکنم که صبح مدت تو چای دم میکردن یه چای میخورد میرسید بلد تو خوش اختلاف میکردم چای میخورد بابا گیره نکنیم بعد ما گیره کنیم بشینیم شما ما دل دریدیم شما گیره میکنیم ما شما دل دریدیم تو چی خبر داری؟ چی خبر داری؟ انگیزار شما بود بودار نبود بابا همیشه یعنی به قبل نمیخورم همیشه کلا میبینی نیم کیلو بدن یعنی یک سوزگی که دیشه اصلا تنه بره که ما بخور حالی دیگه بابا این خونه کاکا منه که صبح پلی کسی میوزه منطق در داره برو بابا در داره دیگه منو بخریدم پیار ما با من اشتنی دیگه گله جو شکر فضل خدا بیامدم کاکا خو خبر بگیرم بخریدم با من چی خریدم؟ همال نگفتم همال حیات تو برا همال ما بگفتم همال حیات تو برا چی گفتی؟ ها؟ چی بگفتی؟ چی بگفتم اینا چیه؟ رختار که خریدم میگون گله اگرد رختار خویه لکن خب پیار به همین که اعصاب خراب نیه گردن اول اعصاب که سر چایا بشیشته گیره میکنه به خاطر مدرن مدر تو خدا بیامرزه خدا بیامرزه اگه به سرا گرفتی خدا بیامرزه اگه به سرا رفتی لولا به پیش پیار من نمیگی نه پوچ و پاش نمیگی نه من بیامدم که تو سلت میکنه بدر میکنه خوبه بیا بله کجرکینه بابا همین سرگی دختکم و چه خوکامه گله بیا گله بیا اگه با فهمیدین چی اگه با فهمیدین پیار ما به چی میخریده گیلگ اصاب من خرابه اصاب من خرابه اگه با کاکا شما نفهمیدین من چی میفهمم؟ بابا گیلگ مدام سرکلی افران دادیش خاطر این دفعه پیار یعنی رختار بخریده دیگه مایش
تمام دنیا چه میداده که پیانو به من خریده؟ اگه چیه؟ اگه بفهمیدی او گفتم. آره میرختم. شما نفهمیدی اگه میفهمیدی ما ماستو شما دایی بودون. خدایی اگه مردی بودی با من. خب بعد وزید دیگه میفهم مردی. ها؟ دایی بعد وزید دیگه میفهم. دایی بودون. شما نفهمیدی. تو خیلی میگ ماستو من خرابه. بگم میفهمی یا نه؟ خوب گیزه جو چی کار خدمت. ما بیا بدی کار نیستی. نه من گفتم پیار تو بفهمم. خب چی میفهم؟ حالا میفهمی چی خریدم؟ بفهمیم. تو چوب کن. چی بخریدم پیار من؟ من چی میفهم چی خریدم؟ تو رخ خریده چی خریدم؟ چی میفهم؟ فعالی دیگه حالا بیاد شمانه. بیا می درختار خودمون نشوندی. گفتم که بید نشه یا که دیگه با تو میخرم. گفتم بید که نشه بخیر. اید روزه نه گفتم این به اید روزه بپوشد. با به اید قربون که بشه. همینطور میریم گوسفند به قربونی هم میخرم تو خود گوسفند به تو یک که دیگه هم میخرم. خب مبارک باشه. یک پدره. میگم مبارک باشه. خوبه. گفتم که زرد نباشه. ساز باشه این دفعه ساز تو سردی درگیله. همین تاسم من خراب نیست. نه والی اگر در رو شوید خوشحال و بایم بپرم. ایلا. میگم تو چه در ولدی وکیل ولدی دیونه؟ دین پیار بخون چک بکنه. این بچه دیاتون رو نبدم. کار داری بیا بدی بشی و چی آدم داری گفت بزن. نداری بخور. کار دیشی؟ نه ما گفتم شما بگم سر کنم میفهمین. شما خاطر هزارم مدر نمیفهمین. به کل نمیفهمم کاکا جو چی میگی؟ آره چی کاکا؟ خدا حافظ کاکا. خوشی میدی. برو برم کاکا. بخیر. به تو پیار تو نمیخرم. برو خیره. با هم دو بخرم بسه. دیوونه سیکو که بیام در رختاق اونو بنوشون که من رخ خریدم. دیم نخویم چک میکنی رو میگه چی؟ دادالغدا برای دخل تاثیر خونه. کبی بچی کاکا میگی لحظه سر. فهمیدم درمانی میکنی بالیو. گفتم حتما بابا به شما کاری چیزی داره خبر نداشتم یک دست رخت داری خریدم باید بیایی به شرق و غرب و افغانستان بگه که ما بر من پیار و رخت خریدیم. واکدا سلام آبا خوبی خیلی سلام خیلی سلامتی شکر دم قریبا کجا جو؟ بله خیریته بفرمایید خیلیتی ما بیانم درس را شما اولا که خیلی ببخش که ما بیانم درس را شما خدا ببخشه به خاطر گپ بفهمیدی دیو میگم خداوند مادرک تو بیامرزه خدا بیامرزه همین روز صبح مادر میگفته که همی مادر کجیر خداوند بیامرزه گفته همی گپه اگه من نگم یا نه درس رایو گردن من بسته میشه می یک دی نمیمونه گردن از جان بسته میشه گفته بور درس را کجیری نه مادرم از مادرک تو 850 به پول ماست من گفته گناه داره خداوند رو بیامرزه گفته اگه نگم با گردن از دی نمیمونه گردن ما هم بسته میشه از اون پول کار اگه داریم بدیم یعنی مادر تو 800 روپیه رو مادر با بقدر داده بده بله یا الان بیانم برای اون پول کار خوبم ماست پش من برو بیار خوب سیده اگه دیشتم میتونم بیارم ببخش دیگه کچی خدا حافظ ابا جو آره ای پول پیش خودری بقیمون در به ما بده ما خودی پول خوردم خونه خیر ما داد هان یک کنین صدقی سیه خیر بینی سلامت باشی خداحافظ کجی خدا حافظ خداحافظ خیر بینی من باشم باشه روز میشه که من
چه کار میکنی تو؟ بچه این موتور دو روز میشه میگه یک دن روشن میشه یک دن نمیشه به اصلا میمونه. بالا کجا میری بری که میری روشن کنی؟ تو چی بکار داری؟ با کار دارم دیگه میرم. سکو یاد کنه از سکو. برو در سلام اون امروز خب. 9650 لیتر برنج و روغن از بیکن برده بود. آن تقریبا 2 ماه برش. همونا رو گفتم بگم اون امروز اگر داریم رو ممنون نمیشه که به شما بگم اگر داریم اون کار بدیم. بعد برو خب مثلا ما اولی فکر نکنم پول داشته باشه. حق همسایه باشه چند روز دیگه هم باشه باز بریم. سگ گفت ما میگه پای که تو میگه همون میفهمم. اینا که ما با دکون برنج و روغن چیزا داره ما اینا را شامپون ملاوت اینا ما مردم قرض کردیم مجبور قرض مردم همسایه من زنی بیچاره فیض شده به خدا فکر نکنم کار خوبی باشه کار ما در سرای یک ما بریم همسایه داری 2 ماه صبر کنم تو بازم یک چرخ برو اگر بداد اگر نداد قرار به تو میده پس میه بعد که بالله من میگم برو روی تو نمیشی اشتر من دامی که من تو که بیا بتا دکون استاد چه که پولا هم بده روی تو میشه که بزی میگی ندارم باشه سعی کنم موتور روشن شه موتور ما چیکار تو که با موتور نمیدی سقد امروز یادا برو ما مگذرا همسایه ما نه می کوچی برا برو یاره که شما تنبل شده ای ایران این نه برو میتونم دست برو ما موتور ساز نشون برو نمای تو اول میگی سه گم کولور میدی یا نه برو تو هم نشه میکنه که چیکار این چی نمیکنم جدی میگم اگه است بدیم اگه نباشه معذرت خیلی کو بگم ما امروز خیلی ببخشیم روی من نمیشه که به شما بگم اگه این پولار داریم بدیم چون بران رمضان این وسایل جنسایی که بده کن میاره اینا نه مردم قرض میکنن خودی هم میفهمه اگر بعد از پولار کو میده اگر نداد پس وقتی بیا بلکه داشته باشه که بده خب بلکه داشته باشه آره به سر میکنه که موتور چه کار شده گلیو پیش منه بگی